این تست بهت نشون میده با وجود اینکه هر روز داری ورزش میکنی و رژیم میگیری ولی هیچ وقت شکم صاف نمیشه. به خاطر اینه که عضلات عمقی شکمت فعال نیست و همین باعث شده که شکمت همیشه آویزون باشه و این گردی خودش رو داشته باشه و هیچ وقت صاف نشه. برای انجام این تست روی زمین دراز بکشین، پا کاملا صاف، بدون اینکه قوس کمر داشته باشین پاتون رو از رو زمین 30 درجه بلند کنید. دستتون از زیر کمرتون اگر رد شد یعنی که شکم ضعیفی دارید و همین باعث میشه که تست رو رد بشید. 3 تا تمرین میخوام بهتون آموزش بدم که تو این تمرین میتونید عضلات شکمتون رو قوی کنید. اجرای حرکت اول، دست کاملا صاف، پا 90 درجه، دست و پای مخالف رو صاف کنید بدون اینکه قوس کمر پیدا کنید. هر دست رو 10 بار انجام بدید. بعد اینکه تمام کردیم 2 تا 3 دقیقه استراحت کنید و بین 3 الی 4 بار این تمرین رو تکرار کنید. برای اجرای تمرین بعدی دوباره دراز بکشید، پشت دستتون زیر لگنتون قرار بدید و دوباره بدون اینکه کمرتون از رو زمین جدا بشه پا رو بیارید شکم، زانو فیکس و دوباره به سمت زمین خم شد و چرخه رو از لگن بگیرید. بین 15 تا 20 تا هم این حرکت رو بزنید. حتما دقت کنید تو اجرای حرکت به هیچ عنوان دستتون از زیر کمرتون نباید رد شه. و این تمرین هم بین 3 تا 4 ست انجام بدید و در اجرای حرکت آخر عضله شکمتون رو منقبض کنید و حرکت پلانک رو کنید. سعی کنید که قوس کمر رو نداشته باشید، شکم منقبض و تو این حالت بین 20 تا 30 ثانیه بمونید. این تمرین هم بین 3 تا 4 ست انجامش بدید. این تمرینات بهتون کمک میکنه که بعد از یه مدتی شکمتون صاف بشه و تمرینات شکم خودتون هم میتونید تو خونه یا تو باشگاهتون انجام بدید.